إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم ونور هداك معتصم، فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران الله متعال، دوستداران مشاعر مقدسه حرمین شریفین و دوستداران حج و آرزومندان سفر حج. الله متعال نصیب همه عزیزانی که دلشون میتپه برای حرمین شریفین بگرداند زیارت این دو حرم مقدس رو. در ادامه بررسی آیات مرتبط به موضوع حج در کلام الله مجید و آیات سوره حج به صورت خصوص، در برنامه‌های گذشته با شما عزیزان به صورت گذرا صحبت کردیم در باب آیاتی که مرتبط هست به موضوع حج و به سوره حج هم پرداختیم و سوره حج که سوره است بیشتر از هر سوره دیگری در موضوع حج صحبت داره و چون مسمایی به سوره حج هست، مسما به خود موضوع حج هست، سوره‌ای که 10 صفحه است و حدود نیم جز، میتونیم بگیم نیم جز از کلام الله مجید رو به خودش اختصاص داده. موضوعات مختلفی در این سوره مطرح میشه: موضوع قیامت، موضوع زنده شدن دوباره در دنیای دیگر و موضوع توحید در ابتدای سوره و همچنین موضوع حج و تاریخچه تجدید بنای کعبه و ابراهیم علیه السلام و حکایتش، احکام حج مطرح میشه. و همچنین در این سوره اشاره کردیم که الله متعال به موضوع قربانی و اینکه قربانی ها فقط باید برای الله تعالی باشه، هر حیوانی که قربانی میشه و ذبح میشه و خونش ریخته میشه فقط باید برای الله تعالی ریخته بشه و نام الله تعالی برای او گرفته بشه. و الله متعال فرمود که قربانی که شما انجام میدید نه خونش نه گوشتش به الله تعالی نمیرسه، نیازی هم به اینها نداره. اون چیزی که مهمه و اون چیزی که باید بیشتر مد نظر شما باشه تقوای شماست، اخلاص شماست، اون حقیقت درون شماست. اگر با اخلاص، اگر با تقوا قربانی شما انجام نشه قبول نمیشه به محضر الله تعالی. قربانی فقط باید برای الله تعالی باشه، خالصا نام الله تعالی فقط گرفته بشه و نذر غیر الله تعالی نشه. آیات مرتبط به موضوع حج در سوره مبارکه حج، یعنی مرتبط به عبادت حج به تعبیری دقیق‌تر، با قربانی به اتمام میرسه. گرچه تمام آیاتی که در سوره مبارکه حج هست مرتبط با موضوع حج هست و یقینا وقتی که سوره به نام حج هست، هر آیه‌ای که در این سوره حج مطرح میشه درس‌های از حج رو به ما معرفی میکنه. یعنی اینکه این موارد همه باید در حج مد نظر ما باشه. از موضوعاتی که در سوره مبارکه حج بعد از ذکر آیین و عبادت‌ها و مشاعر حج و مناسک حج مطرح میشه، بعد از آیات مرتبط به حج متصل الله متعال در موضوع جهاد صحبت می‌فرمایند. وقتی که در آیه 36 و 37 الله متعال از قربانی صحبت میکنن و میشه گفت آخرین عبادت هایی است که انجام میشه در مناسک حج و تکمله این آیات رو ما باز مجموعه آیات حج رو در سوره مبارکه بقره داریم، آیه 203 که از لحاظ ترتیب زمانی بعد از این قرار میگیره. اما در سوره حج آخرین آیاتی که در خود عبادت حج صحبت میکنه آیه 36 و 37 است که با قربانی تمام میشه. عجیبه که
این آیات قربانی وقتی که تمام میشه، بعد از اون متصل الله متعال درباره جهاد صحبت میکنه. آیاتی که بعد از این آیات میاد، آیه 38 و آیه 39، الله متعال میفرماید که ان الله یدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان کفور. الله تعالی از مؤمنین دفاع میکنه و الله تعالی هیچ انسان خائن کفر پیشه ای رو دوست نداره. و میفرماید در آیه 39 اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. الله متعال به کسانی که به اونها ظلم شده اجازه جهاد داده و الله تعالی بر یاری اونها قدیر است و قادر است و توانمند. بعد از آیات حج وقتی که موضوع جهاد مطرح میشه، میتونه اشاره به این باشه که الان خصوص بعد از آیات قربانی که شما در حج، بعد این موضوع مد نظر شما باشه که حج یک مدرسه است، یک آموزشگاه است، یک دانشگاه است برای آمادگی به جهاد. حج یک دوره آموزشی که انسان رو از اون حالت ریتم عادی زندگی و از اون حالت روزمره زندگی خودش میکشه بیرون. انسان دیگه اون فرصت‌هایی که در زندگی عادی داشت، برنامه‌ای که به صورت روزانه تکرار میشد رو اینجا نداره. اون محل استراحت رو دیگه نداره، اون شکل زندگی رو دیگه نداره، اون عادات و رسوم رو دیگه نداره. باید اجباراً خودش رو وفق بده و عادت بده با یک شرایط جدید، با یک وضعیت جدید، با یک برنامه جدید، با یک تمرین‌ها، با یک ممنوعیت‌ها، با یک کمبودها، با یک سختی‌ها، با یک تاریخ. و این یک فرصت برای تمرین حج، یک تمرینی برای جهاد. انسان در داخل خونه وقتی که نشسته باشه هیچ وقت نمیتونه تمرینی برای جهاد داشته باشه تا وقتی که خودش حرکت نکنه. و حج یک مدرسه برای جهاد هم هست. حج این فرصت رو برای ما ایجاد میکنه در این چند روزی که هست که حداقل از اون عادات و رسوم، از اون وابستگی هایی که انسان داشته ببره و خودش رو آماده بکنه برای جهاد. به همین خاطر میبینیم که متصل بعد از آیات مرتبط به حج و جالبه که بعد از آیات قربانی که در آخر آیات عبادت حج در سوره حج ذکر میشه، بحث جهاد میاد. یعنی یاد بگیرید که حتی حاضر باشید خودتون رو قربانی کنید در راه الله تعالی. وقتی که ابراهیم علیه السلام قربانی کرد فرزندش رو و سر میبرید اسماعیل رو برای رضای الله تعالی، شما خودتون که هیچی، حتی فرزند شما اگر برای جهاد حاضر شد، حتی فرزندانتون رو تشویق کنید برای جهاد، خودتون رو آماده کنید برای جهاد. جهاد در راه الله تعالی رو باید تمرین بکنید و همیشه برای جهاد آماده باشید و برای دفاع از توحید و برای دفاع از باور راستین دین رسول صلی الله علیه و سلم. و بعد از جهاد ما می‌بینیم که الله متعال در آیات مختلف درباره توحید صحبت میکنه. درباره توحیدی که اصل و اساس دین مبین اسلامه. آیات فراوانی از آیه حدوداً 50 به بعد ما آیات فراوانی داریم درباره توحید صحبت میکنه. از آیه 56 صراحتاً الله متعال شروع میکنه به وصف صفات خاصی که مال الله تعالی است. همین تعریف و همین دلایل تکرار میشه در آیات مختلف از آیه 56 تا حدود 20 آیه. این مسیر ادامه پیدا میکنه و الله تعالی اشاره میکنه به دلایل مختلف توحید. جهاد باید به نیت تشویق و تبلیغ به توحید باشه. جهاد باید برای این باشه که فقط الله تعالی عبادت بشه. جهاد برای اعلای کلمت الله است. و قاتلوهم حتی لا تكون فتنة و یکون الدین كله لله. هدف از جهاد باید این باشه که انسان بجنگه تا دین همش فقط به خاطر الله تعالی باشه. حج تمرینیه برای جهاد و تمرینیه برای توحید. در حج شعار لبیک، در حج وحدانیت عبادت، وحدانیت لباس، وحدانیت شعار، وحدانیت وقت و زمان و مکان، همه اینها ما را به یاد وحدانیت صفات الله تعالی می اندازه و وحدانیت الله متعال در تمامی صفاتش، در تمامی عبادتاش و اینکه ما فقط باید الله تعالی را عبادت بکنیم. به همین خاطر ذکر الله تعالی در آیات حج، چه در سوره بقره و چه در سوره مبارکه حج، بسیار پررنگه که ذکر الله تعالی همیشه باید ذکر الله تعالی باشه، نام الله تعالی باید باشه، یاد الله تعالی باید باشه. ما فقط باید الله تعالی را ندا بکنیم، فقط باید از الله تعالی کمک بگیریم، فقط باید به الله تعالی متوسل بشیم. و جا داره که در سوره مبارکه حج آیاتی که در پایان سوره
درباره توحید ذکر میشه. ما الان وقتی که به پایان سوره حج میرسیم میبینیم که هرچی به سمت پایان نزدیک میشیم آیات توحیدی پررنگتر میشه. حج محل توحیده. حج میاد تا انسان رو به الله تعالی وصل بکنه، به توحیدش، به یگانگیش و از غیر الله تعالی انسان رو ببره. حج در پایان سوره مبارکه حج در آیات پایانی در آیه 71 به بعد الله متعال میفرماید در آیه 70 الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض. آیه نمیدونی که الله تعالی، ای مخاطب قرآن، ای کسی که میشنوی این آیات رو، که الله تعالی هر آن چیزی که در آسمان و زمین میدونه. ان ذلک فی کتاب، این در کتاب محفوظ نزد الله تعالی، همه چیز در لوح محفوظ نوشته شده و این برای الله تعالی بسیار آسانه. و یعبدون من دون الله، غیر الله تعالی را عده عبادت میکنن، آن چیزی رو که هیچ دلیلی برای اون ندارن، ما لم ینزل به سلطانا، هیچ حجتی برای اثباتش وجود نداره، و ما لیس لهم به علم، و هیچ آگاهی هم درباره اون کاری که انجام میدن ندارن، دلیلی ندارن براش. و ما للظالمین من نصیر، و این ظالمان هیچ یاوری هم نخواهند داشت. و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، چرا یک عده از پر رونق شدن حج بدشون میاد؟ چرا یک عده دوست ندارن که حج رونق پیدا کنه؟ چرا یک عده به مسجد الحرام میگن باغ بهشت؟ چرا یک عده سعی میکنن که مردم رو از مسجد الحرام به سمت بارگاه ها و قبرها و غیر الله سوق بدن که نمیدونم زیارت فلانی، فلان قبر، فلان امام، فلان پیغمبر ثوابش چند هزار برابر حج 1 میلیون حج، 10 میلیون حج از جیب خودشون همینجوری میبخشن؟ اینها رو الله تعالی در سوره حج جواب میده. سوره حج تمام موضع گیری هایی که درباره حج هست، چه از طرف موافقین چه از طرف مخالفین، رو شرح میداد به ما. ما اگر فرصت می داشتیم که تمام آیات سوره حج رو تک به تک بررسی میکردیم که وقت زیادی میگرفت، اینها رو به جزئیاتش ما میتونستیم ببینیم. اما در آیه 72 الله متعال میفرماید این اون کسانی رو معرفی میکنه این آیه که چشم دیدن رونق حج رو ندارن، کسانی که نمیتونن ببینن حج رونق پیدا میکنه، توحید رونق پیدا میکنه، کعبه رونق پیدا میکنه. همیشه به مانند ابرهه به دنبال رونق بارگاه ها و قبرها و آستان ها و امامزاده ها و قبر این امام و قبر اون پیغمبر و قبر این ولی و قبر اون آقازاده و قبر این امامزاده و قبر اون فلان زاده و اینها رو میان و پررنگش میکنن، در مقابل حج قرار میدن. چرا؟ اینه دلیلش. در آیه 72 سوره حج الله متعال این رو مطرح میکنه و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، وقتی که آیات واضح من الله تعالی رو، آیات توحیدی رو، آیاتی که حق و حقیقت هست، آیاتی که به الله تعالی وصل میکنه بندگان رو، به اونها میخونید، تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، در چهره کسانی که کفر میکنن و نمیپذیرن و قبول نمیکنن این آیات رو، در چهره مشرکین، در چهره کفار میبینی این ناپسندی رو، این کراهیت شنیدن این آیات رو میبینی. اینها تحمل نمیکنن، نمیتونن ببینن، ناراحت میشن، اعصابشون به هم میرزه. یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، نزدیکه که اینا حمله ور بشن به اون کسانی که دارن این آیات توحیدی رو میخونن. و ما میبینیم هر جا که ندای توحید بلند میشه، هر جا که درس توحید هست، حلقات درس توحید هست، کلاس درس توحید هست، کلاس معرفی آیات توحیدی قرآن کریم هست، کلاسی هست که انسان رو با توحید آشنا میکنه، اینا حمله ور میشن به اونها، میزنن، میبندن، زندان میکنن، اعدام میکنن، نمیتونن تحمل بکنن. اینها الله متعال میفرماید و یعبدون من دون الله، اینها نوکر غیر الله هستن، اینا عبدالله نیستن، عبدالفلان و الفلانن. اینها حتی اسمشون رو ما میبینیم، عبد فلان و عبد فلان. اینها کسانی هستن که تحمل ندارن، نمیتونن طاقت کنن، طاقت نمیارن، تا و تحمل شنیدن آیات توحیدی کلام الله مجید رو ندارن. اینا وقتی که بگی فقط یا الله، اینا آتیش میگیرن، نمیتونن تحملش کنن. یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، میخوان حمله کنن به سمت اون کسی که داره این آیات رو میخونه، به سمت موحدین میخوان حمله بکنن. قل افانبئکم بشر من ذلکم، بگو آیا شما را به یک چیزی بدتر از این احساسی که در درون شما رو زجر میده خبر نکنم، شما رو بشارت ندم به یک احساسی، به یک حقیقتی بدتر از اون احساسی که در درون شماست، از این خشم شما، از این ناراحتی شما، از این کراهیت شما، چیز بدتری هم هنوز هست. من شما را بشارت میدم به این که قل افانبئکم بشر من ذلکم النار
وعدها الله الذين كفروا. الله تعالی شما رو وعده به آتش داده. اون خیلی بدتر از این خشم درونی شماست. قل موتوا بغیظکم. بمیرید از شدت این خشم. الان آتش درون شما رو داره میسوزونه، نمیتونید تحمل کنید. وقتی آیات توحید خونده میشه، وقتی رونق مسجد الحرام رو میبینید، وقتی که ندای لبیک اللهم لبیک رو در حرمین شریفین میبینید، وقتی نمیتونید تحمل بکنید، الله متعال میفهمد النار، آتش منتظر شماست، نگران نباشید، بدتر از اینم به سراغ شما میاد. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. و چه بد جایگاهی است. در آیه 73 از دلایل توحیدی در قرآن مطرح میشه که از آیات بسیار دندان شکنه. آیه درباره توحید بسیار دندان شکن در پایان سوره حج. حج مدرسه توحیده، دانشگاه توحیده، تمرین توحیده. حج مال موحدینه. یا ایها الناس ضرب مثلا. ما داریم به آیات آخر سوره حج میرسیم. ای کسانی، ای انسان ها، همتون یک مثالی زده شده، خوب گوش کنید. فاستمعوا له، به خوبی گوش کنید. ان الذين تدعون من دون الله، کسانی رو که شما فرا میخوانید به غیر الله تعالی. من دون الله یعنی غیر از الله تعالی، چه از انبیا، چه از اولیا، چه از فرشتگان، چه از هر کسی که میخواد باشه. این کسانی رو که شما، ان الذين اسم موصول برای ذوی العقول استفاده میشه. همون کسانی رو که عقل دارن و شما میخوانید، بت نیست. ان الذين، کسانی رو که، افرادی رو که، شخصیت هایی که صاحب عقلن، حال از انبیا، حال از اولیا، حال از فرشتگان. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هرگز اینها نمیتونن که یک مگسی خلق کنن ولو اینکه همشونن دست به دست هم بدن. و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه. و اگر همه اینها جمع بشن یک مگسی ولو اینکه یک چیزی از اینا گرفته باشه ببره، نمیتونن اون مگس رو بگیرن و ازش پس بگیرن. از اون مگس نمیتونن پس بگیرن یک چیزی. ضعف الطالب والمطلوب. همون کسی که از اینها کمک میخواد ضعیفه، هم اون کسانی که کمک خواسته میشن ضعیفن. اون انبیا، اون اولیا، اون امامان، اون آقازاده ها، بزرگزاده ها، امامزاده هایی که شما از اونها کمک میگیرید، ضعف الطالب والمطلوب. اون اگه ضعیف نبودن جلوی کشته شدن خودشون رو میگرفتن. پیامبران الهی رو سر بریدن، پیامبر الهی رو با اره نصفش کردن، اولیای الهی رو سر بریدن، قطعه کردن، سر رو به سر نیزه کردن بردن، فرزندانشون رو کشتن، خانوادهشون رو به اسارت گرفتن، جای محراب شمشیر بر فرق مبارکشون زدن، نتونستن. ضعف الطالب والمطلوب. چه کسی که میخواند اینها رو و چه خود اینها که خوانده میشن، هر دوتاشون ضعیفن. الله تعالی میفهمد. اینها اگه توانایی میداشتن خودشون رو نجات میدادن. ما قدر الله حق قدره. مشکل چیه؟ چرا اینها میرن سراغ غیر الله؟ چرا اینها دوچار این ابتلا میشن، شرک میکنن؟ فراموش نکنید سوره حجه، درباره حج صحبت میکنه. حج، این آیات تو سوره حجه. حاجی باید این چیزها رو در کنار کعبه بره الله تعالی رو بشناسه تا به این مبتلا نشه، تا به این درد مبتلا نشه. ما قدر الله حق قدره. الله متعال رو اونگونه که شایسته است نشناختن. مشکل اینها اینه که الله تعالی رو نشناختن، که آقا الله تعالی نیاز به وزیر نداره، الله تعالی نیاز به شفیع نداره، الله تعالی به هیچ کسی همچین صفتی نداده. عالم الغیب فقط الله تعالی است، سمیع مطلق فقط الله تعالی است، علیم مطلق فقط الله تعالی است، بصیر مطلق فقط الله تعالی است. هیچ کسی در عالم نیست که همه چیز رو بشنوه جز الله تعالی و از همه چیز خبر داشته باشه جز الله تعالی، همه جا حاضر باشه جز الله تعالی، همه جا ناظر باشه جز الله تعالی. اینها صفات خاص الله تعالی است. چون این صفت رو شما به غیر الله تعالی دادید، صفتی که خاص الله تعالی است، میگیم شرک کردید. شما مشرک شدید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه غیر الله رو در یکی از صفات خاص الله تعالی شریک کردی. شما صفت علم غیب رو فقط مال الله تعالی است دادی به غیر الله تعالی، یعنی غیر الله تعالی رو در یکی از صفات الله تعالی که خاص الله تعالی شریک کردی. خب میشی مشرک دیگه. آقا من دون الله و ندای غیر الله و ندای، این بحث سر ندا نیست. بحث سر اینه که شما چرا ندا میکنی اصلا. شما ندای شما به این نیته که این آقا، این شخص، این کسی که فوت کرده، این ولی، این نبی، صفاتی به اون دادی که این صفات خاص الله تعالی است. چون این صفات خاص الله متعالی و شما کسی غیر الله تعالی رو در صفتی که خاص الله تعالی است شریک کردی، شدی مشرک.
صفت الله تعالی رو که خاصونه به کسان دیگه هم داری، کسان دیگه رو شریک کردی درش. اصلا شرک یعنی چی؟ یعنی شریک کردن غیر الله تعالی در صفاتی که خاص الله تعالی است. علم غیب خاص الله تعالی است. علم غیب مطلق، هرچه گذشته بوده بدونه، هرچی که آینده میشه بدونه، هرچی که بوده و نبوده و خواهد بود، اگه می بود چطور بود، اون چیزی که نیست اگه می بود چطور بود، همین ما کان و ما یکون و ما لم یکن ان کان کیف یکون. این تعبیر کفره، شرکه برای غیر الله تعالی استفاده کردنش. ما قدر الله حق قدره. مشکل مشرک اینه الله رو اونگونه که شایسته الله باشه نشناخته. الله 12 تا 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده. خب این بدبخت نشناخته الله تعالی رو که اینجوری صحبت میکنه. این مشرکی که این حرف رو میزنه نشناخته الله تعالی رو، نمیدونه که الله تعالی هرگز همچین کاری نکرده. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات والارض. در آیه 18 سوره یونس وقتی که این مشرکین گفتن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینا شفاعت ما رو پیش الله تعالی میکنن، الله تعالی در پاسخ فرمود آیا شما چیزی رو نسبت میدید به الله تعالی که در علم الله تعالی در آسمان و زمین نیست؟ اصلا وجود نداره، خلق نشده همچین چیزی اصلا الله تعالی همچین اختیاری به کسی نداده. ما قدر الله حق قدره. اینها الله رو اونگونه که باید بشناسن نشناختن. ان الله لقوی عزیز. فقط الله تعالی است که قدرت مطلقه، عزت مطلقه. حالا بعضی میگن آقا مگه اینها اولیای خدا، انبیا، اینا خواستان الله تعالی نیستن؟ بله، الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. الله تعالی یک عده را برگزیده از فرشتگان و از انبیای الهی، ولی ان الله سمیع بصیر. سمیع مطلق و بصیر مطلق فقط الله تعالی است. اینها اختیاری ندارن. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. این که چه گذشته و چه در آینده میشه الله تعالی فقط میدونه. و الی الله ترجع الامور. و به سوی الله تعالی بازگشت شماست. این آیات توحیدی. تفکر کنید در این آیات، بیاندیشید. از آیه 70 تا 76 سوره مبارکه حج. در مورد حج، در سوره حج، حج مدرسه توحیده. حج، در حج انسان باید الله رو اونگونه‌ای که شایسته الله تعالی است بشناسه. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. هیچ شریکی نداری یا الله، در هیچ صفتی شریک نداری. هیچ انسانی در صفات تو شریک نیست، هیچ انسانی مثل تو نیست. قل هو الله احد الله الصمد. بی نیاز به کسی نداره. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هیچ کسی هم کف الله تعالی نیست، هم شأن الله تعالی نیست. مشرک و کافرن کسانی که میگن اینها الله تعالی 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده که اینها مثل خدا هستن. عین الله، ید الله، قدرت الله، سمع الله، بصر الله. فقط یک فرق دارن که خدا خالق، اینها مخلوق، بگن هیچ فرق دیگه ای ندارن. تو اصلا سوره توحید رو نفهمیدی، آیات توحید رو نفهمیدی. حج فرصت تمرینه و این آیات از محکمترین دلایل رد شرک و توجیه مشرکینه که جا داره ما در اینا تفکر بکنیم و تدبر و تأمل. وقت ما چون به پایان رسیده، من فقط پیشنهاد میکنم برای عزیزانی که دوست دارن در موارد توحید دقت بیشتری بکنن، ربط اینها با حج. حج مدرسه توحیده. لبیک اللهم لبیک. و حج با توحیده که حج میشه. مشرک دیگه حجش معنایی پیدا نمیکنه، میره کنار کعبه میگه یا فلان مدد. از این بدبخت‌تر دیگه کی در دنیا میتونه باشه؟ دم در خانه الله میره نوکر بندگان الله تعالی میشه که الله تعالی میفهمد ضعف الطالب و المطلوب. چه اون کسی که طلب میکنه چه اون کسی که طلب شده، هر دوتاشون ضعیفن. به همین قدر اکتفا میکنیم. آیه پایانی، دو آیه پایانی سوره مبارکه حج رو هم در برنامه بعد ان شاء الله به همراه شما مرور خواهیم کرد که سوره مبارکه حج رو الله متعال که درباره حج نازل شده و مسما هست به حج، با دو آیه بسیار عظیم به پایان میرسونه که خلاصه کل موضوع حج هست در کلام الله مجید. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك